من بسیار حرفی گفتنی دارم. خلاصه بحثای خیلی کشال و دامنه‌دار. شخصانی بودن که ضد دولت سخن میکردن. اینقدر مبلغ از کجا است در شما؟ با جرم دست افتادن با مواد مخدر در روسیه نشستگی اینا. البته مدیر ما 84 ساله. چرا تو این حد شما رو بد میبینن اینا اینقدر؟ همون مخالفینه که در آلمان هستن، اینها با اونها یک چیزی وای دارن. شاهدی دادید که برادراتون با یک دل جنایی دیگه کشوین؟ یک دل جنایی برای اینا کم است. اینا یک کس نیستن. بیننده عزیز یک لحظه تنفس کنید. بخصوص برادرانی که در فدراسیون روسیه شهر مسکو و اطراف آن هستند توجه کنید به خدمت رسانی زیارت حجامه کردن. این سنت پیغمبر محمد درود خدا بر او هست و امیدوارم که شما از خدمت رسانی زیارت حجامه استفاده ببرید، پشیمان نخواهید شد. اونجا چند نمود ماسک نیز هست. مساژ مانوالی است، مساژ عصب هست، مساژ نورولوژ است و مساژ کاستاپراو. و آنهایی که در رایون خیمکی شهر مسکو هستید توجه کنید به این رقم ها و آنهایی که در مترو براتسلافسکی هستید به این رقم توجه کنید. آنهایی که در مترو لوبلینو با این رقم ها زنگ زنید و شرح بیشتر، رقم و سراغ بیشتر از زیارت حجامه در جای اتیسانی نیز هست که آنجا نیز میتوانید توجه کنید. رفتیم برای ادامه ویدیو گزارش ما را دیدن. درود بیننده از شبکه شما دلیر مالی، امیدوارم شما خوب و خوش و سلامت و سری حال هستید. امروز ما سلامتیمون یکم به هم نیست، یعنی صدامون گرفته است، برای از شما عذر میپرسیم، ولی با دلیل این که برادر عزیز ما از مسجد کوهی آمدن برای بحث خانوادگیشون، ما دیگه مسجد نو بله از مسجد نو آمدن، ما نتوانستیم با آنها رد کنیم و حتما روزی شدیم برای هم صحبت شدن. برادر ما محمد رازق، بله محمد رازق، یادتون باشد 2 هفته پیشتر برادرشون محمد صادق برای بحث زمین خواجگی دهقانی آمده بودند که ایشون دعوا داشتند که برادرشون سهم خودشون را گرفتند و دیگه با محمد صادق و با برادر خورده و سهم خواهرشون و سهم مادرشون را ندادند و خلاصه بحثای خیلی کشال و دامنه‌دار. ولی در همین اول این ویدیو گزارش من میگم که بیننده های عزیز، هموطنان مهربان، برای من بعد ما بار دوم از اعلان میکنیم که بحث هایی که به یک عائله ربط دارد ما نمیتونیم دیگه ویدیو گزارش تهیه کنیم. این بار دوم است ما اعلان میکنیم، ولی مردم زیاد توجه دارد و ما دیگه گوها رد نمیکنیم وقتی که از راههای دور میان. از اونی که برادر محمد رازق آمدن برای جواب دادن با برادرشون محمد صادق، ما ایران نمیتونیم رد کنیم، ولی برای من بعد ما بحث های عائلوی رو خواهش میکنیم دیگر گزارش تهیه نمیکنیم. بحث هایی که با 5 6 10 15 عائله زیادتر ربط دارد ما پیگیری میکنیم. خب برادر محمد رازق بیاد از چی شروع کنیم که سبب چی شد که شما از مسجد نو اینقدر راه طولانی را طی کرده به دوشنبه خواستید بیاید و با برادرتون جواب دید؟ چه فکتا داره شما؟ من بسیار فکت ها هست در اینجا برادر شیرین. خب من از اول گفتنی است. خب این برادر ما سال 98 خواجگی تشکیل کردن. بله با اجازه عبدالله اینجا قچی هم نکنیم، اینا برادر میونو کی نو بیشتر گفت. رئیس خواجگی دهقانی سفر سنگین تشکیل کردن. اینو خواجگی دهقانی که در بوستون هست، در جماعتی بوستون. در جماعتی بوستون هست. ولی شما در پلدارک زندگی میکنید. ما در پلدارک زندگی میکنیم. خب این شخص خب در گرد اطراف از شخصانی خودش موافق به خودش رو جمع کرد. مثلا کی ها رو؟ همون شخصانی که بیشتر سخن همدیگر به همدیگر موافقت میکردن، مثلا سالهای 96 98 99 تا 2000 شخصانی بودن که ضد دولت سخن میکردن. مثلا کی ها رو جمع کرد دقیقاً بگوید؟ دقیقاً ملک، خب باز یک دو سه برادری دیگر اونها نامشون از خاطرم برآمد. اونها کی بودن؟ با شما کی میشن؟ اونها به من کسی نمیشن، از دیگر خواجگی رانده شده بودن. آمدن خواجگی دهقانی تشکیل. خواجگی در همین خواجگی کار کردن. اول کار کردن. اول بریگادر بود 97، بعد 98 با قرار خب ویم حکومت با خواجگی ها تشکیل کردن، سهم گذاری شد. هر یک شخص 0.85 گا زمین سهم گرفت. انا همون پول اونها رو در وقتش نداد، همون مزد مهنتشون رو در وقتش نداد. اونها با مقامات ها
خب شکایت بردن این شخص وارد محبس کردن. این محبس گفت 6 بودن. چند سال محبس شیش؟ 7 سال حکمش دادن. لیکن ما که دعوا کردیم سودی کونی بودم با همون دعوا رو و کرد و همچون جریمه به این کس لایق دانست. یعنی شما با همچه برادر از او دفاع کرده؟ البته با چوب نیم. بیاید فهمو خلاصه گپ سر این که اون میگه که در داخل خواجگی دهقانی قرار بکار شد، خواجگی دهقانی دیگر تأسیس یافت که برادرم هم در این تشکیل خواجگی دهقانی سهمگذار است. یعنی میشد یک خواجگی دهقانی قرارش بکار شد و خواجگی دهقانی دیگر تشکیل شود. اگه برادر ما با دلیل ها سخن میکنیم. خب گپشون درست، خواجگی دهقانی اون کس تأسیس دادن. خواجگی رو نلکه ما اول گپ زنیم که 2002 ما خواجگی با سنگین سفر تشکیل کردیم 2002. لیکن منم سنگین نفعیم و هم سنگین نفعیم و خواجگی به نام منو و خواجگی رو راهبریش برد. سنگینوف ام فقط نوشته بود ولی محمد صادق یا روزی نه فقط سنگینوف ام قطعی و کاربری کرد. بعد شما مانع نکردید که وای کاربری کرد و شما را کاراتون نگیرید؟ نه من مانعی نکردم، برای اون که من مانعی نکردم و خب همین خواجگی رو پیشتر راه روش میدونست. من گفتم نباشد به پرسشی من با مبادا وای نکن، اون چیزی که باشد همه بیار من امضا کنم بعد تو کار. چی نشون دادن شما؟ من حاضر نشون دادگی سرتیفیکتی که سال 2011 آنها و شناسنامه تکنیکی است و شناسنامه تکنیکی است میبخشید من همون سرتیفیکت یافته با قرار قطعی 40 و سرتیفیکتش بیکار شد. من همین رو به شما گفتنی هم که و سود بیکار قراری ویا من بیکار نکردم و یا 3 نفر 2011 خواجگی نب تشکیل کردم. اینه شهادتنامه این شهادتنامه میوه است. کدام است؟ ملکی یعنی که همون بینایی که ما ساختیم. فهمو این بحثش علاهیده است. این بحثش علاهیده است. انا من از 2002 من خواجگی تشکیل کردیم. من این چیزش این رئیس ناحیه مسجد قرار در مورد تشکیل نمونه خواجگی دهقان است. امید به همین قرار پروکراتور ردیه برآورد کرد، پروکراتور قطع بیکار کرده بود. نه و یک حجت نشان داد ماده گفت که همین قرار است خواجگی دهقانی سنگین سفر بیکار کرده شود و کیم کدام نهادهایی هم برای اجرایشش سپارش داده بود. این خواجگی مهر که 2018 تشکیل کردیم. نه این همه سبب دارد. شهادتنامه درباره بقایدگیری دولتی سوبیکتی حقوقی نظر من همه شهادتنامه به شما بیایم به حضور کنید. هست باید دو خیلی همین باید باشد. همین سرتیفیکت اونها سرتیفیکت حقوقی استفاده زمین خواجگی دهقانی سنگین سفر ولی تشکیلش کردن. برای تشکیل همین خواجگی دهقانی سنگین سفر قرار پروکراتور برای یعنی قطع کردن همین بیکار کردن قرار سنگین سفر است یا که مهر است؟ برای مهر است. برای این نه این وای دیگر سخن حال وای مقامات قدرتی خب در همین چی کرده سودیان تفتیشات برو سودیان حالی وای ما یگان چیزی دقیق به سری شما گفتن نمیتونم در عمل تطبیق نشده است و یک مرتبه سود به تصدیق کردگی است. با فایده شما حل کرد یک ما حل کردگی قراری سود هست و خودش هم نشون داد دیگه بودم قراری سود. من چی گفتن این سرتیفیکات این نام سهمداران که 2 نفر باید کردگی اینو 2011 شدگی این کار 2011 شدگی سهمدارو ولی از عائله سنگین و فهمگی 4 نفر اینا هم عائله شما بس که آنه جا محمد رازق هست کو؟ هست ما هممون هستیم. پس سهمی همین محمد رازق کجا شد که باید دعوا داره؟ محمد صادق هست و سهمش کجا هست سهم؟ ما هست اون میگه از زمین هایی که یعنی ما آباد کردیم از زمین ها نه یگان چیز آباد نکرده وای من اگر نمیگوید مرحمت رفته ما دم سری کار میپرسیم ولی سهم دارد محمد صادق دارد از زمین‌های قبلی تو که از زمین‌هایی که نوی که دادن قسمتی که بعد در خریطه ماده نشون داد یا قسمتی که میگه
و این فشردگی شما کمتر توقع خب. کنید. 2010 خود همین محمد صادق من رئیس خواجگی گفته کمیته زمین آدم آورده همون 2.5 گکتار زمین خودش داد به دست خودش به دیگر خواجگی. با کی دادم اونا؟ با خواجگی سفر سنگین حاضر نصرالدین نام دارد. او کی است؟ بحردین گفته که حاضر شخص در آنجا رئیس است. خودش هم تو داد. من گفت خواجگی را الان دیگر خیلی تصمیم میکنم. بحثی گفتید که قرض به عوض قرض گویا شما خانه اونا را میگیرید اگر طرف محمد صادق نگیرن. کدام قرض اینجا اینا من نفهمیدم. من اینجا خودش گفته است 2013 برادری کلانیمون محمد صادق با جرم دست داشتن با مواد مخدر 9 سال زندانی شد. 9 سال. الان برادری خوردی 3 مرتبه نزدم آمد گفت که ما وی میبرارم از ترمز تو منو پلتی. من گفتم من به تو باوری ندارم. بعد وی مادرم رو پیش کرد. مادرم منو دعوت کرد. خیلی مادر است. گریه کرد، ناله کرد. تو نمیخوای که دادره در ترمه جواب شود. من گفتم با چه گفتم؟ میبخشید من این بارها پول دادم این بگردن نمیگیره. این همون عکاش هم برآوردن نمیتونه. بهترش بیره شود من خودم کاربری کنم. نگو من خودم میکنم. من در حضور مادر من گفتم نه که زبان خط دیگه من به زبان خط دیگه به این پول نمیدم. من این زبان خط ها ولی بسید یک تا زبان خط یکم 27 آگوست 2015 سفارف عبدالقیوم سفارویچ از سنگینوف محمد رازق با مقدار $13,000 آمریکایی. این آخرانش است. اولش 2015 این 2014 ولی بسید نباشم. رئیس خواجگی دهقانی سنگین سفارف عبدالقیوم سفارویچ میباشم. این کی است عبدالقیوم؟ دادری خوردی هم. روز 10 اکتبر 2014 از شما محمد رازق 3762 سامانی گرفت. برای چی گرفت اینا؟ من همش میگه خودش گفت است. با مهلت 6 ماه گرفتن. با برگردوند. نه این خونه داری اینجوری خونه که تو با عوضش چی گذاشتن؟ در عوض همین پول سهم زمین مادرم رو که به من تعلق دارد به مقدار 0.85 گن میباشد به اکاونت سنگین محمد رو میتونم. یعنی قرض نیست این به دو گرفتی اویلری کردی چی؟ بچه قرض گرفت. همون پول گرفته. اگر من پول برگرداندن نتوانم با عوضش سهم مادرم رو میدم در حضور مادرم همین چیز نوشته. این زبان خط امضاش کردی 3 نفر در نتایج با قید گرفته شده است این؟ نه. وقتی با قید نگیرد این حکم قانونی ندارد این زبان خط باید با قید بگیره در نتایج. درست با قید گیره ما نتاروس رفتیم. خب ما نتاروس گفت که مادر میداره. خب مادر باید و پاسپورت داشته باشه. این شخص از پاسپورت داری مادر روی گردونده. کی؟ دادری خوردی. برای که اگر مادرتون پاسپورت میداشت این حکم قانونی میگیرید. و از سهمش میمون. و گفتی مادرم وای ندارد. پاسپورت ندارد. بعدی که ما مجبور شدیم خب بعدی که دادری کلانی از ترم جواب شد 2007 این کس برآمد سکونت برآمدن پر وای نیو جواب نیو به سکونت برآمدن. بعد به من چسبیدن 2018 آخرش بود 2019 بود گشت هر دو به من چسبیدن. وقتی که سکونتشون تمام شد مهلت سکونتشون تمام شد بعد من فهمیدم که مادرم 2013 پاسپورت گرفته پنهان نگه داشته است. من پاسپورت گرفتم. من امضای مادر میگم که مادری ما امضا مانده نمیتونه. آخه واقعا ما دستای مادر را دیدیم که درست اون کس 2019 گویم با یک بار دیگه باید شدن کسل بیمار شدن اما دوله نیزه. یعنی تا اون وقت دستاش کار میکرد؟ چه خیلی روز که میخپیدن اونا معذرت؟ معذرتشون همین که بایوری همون دادرم روچکر میخپیدن. همین امضا دقیق همون امضایی که در حجت هست همون امضا؟ همون هست. باز یک لحظه 27 آگوست با هست یک زبان خطی دیگه
بو حاصل 13000 دلار آمریکایی گرفتم. انا بایدش 0.10 گز زمین نزدیک حوالگی و 2 تا سهم سنگین صباحت و سنگین آدینما رو میدیم. اینا کی گرفته است؟ اینا هم سفر عبدالقیوم دارم 27 آگوست 2015. اینا برای بعدی از محبس عضو کردن برادرتون. من سفر عبدالقیوم بود 11000 سوم گرفته است نوبت. برای بعدی اینش سهمی زمینم رو این کدام است بو؟ اینا سیوم زبان خطش که سهم زمینی خودشو با زمین نزد حوالگیشو در گرا گذاشته. ولی یک سوالی مطرح است. شما معلم هستید. معلمی سیمپوی پولونی. اینقدر مبلغ از کجا است در شما؟ درست است. ما هر سال دهخوری میکردیم. من هر سال از همین برادر کلونیم خب یک از زمین به اجاره میگرفتم. پولشو میدادم. زمین به اجاره میگرفتم کار میکردم. من 5-6 تا کودک داشتم و یارم در زمین کار میکردم. همین درآمدی اویلی ما حساب من حتی از بانک پول گرفتی اینو دادیم. من از بانک پول گرفتی برادر دادگیم. همان چیزهای بانک همش هست در ما. فهمم. روزی که پروکورور ناحیه آمد برای قرار بیکار کردن خواجگی مهر، چرا شما از خانه بیرون نبرآمدید اون روز که برادرتون میگفت شما در خانه بودید و بیرون نشدید؟ درست است. من در خانه نبودم. یکی از خویشاوندانم پوچو پدرش وفات کرده بود. ما در همانجا بودیم. ما در همون من تلفن کرد. از حکومت تلفن کردن، از جماعت تلفن کردن که تو در جنبه گفتم مرحمت من در همین وای هستم. تعزیه خانه من چه تعزیه رو مونده بود. همون روز وفات کرده بود. همون روز جنازه بود. ساعتی خطا نکنم ساعتی 11 یا 12. ولی حرفای آخر برادر محمد رازی راهی به هم آمدن یک عائله و مثل پیشتره اتفاقانه زندگی کردن و خواجگی دهقانی را کارش پیش بردن چی است؟ شما همچون آموزگار چی پیشنهاد می‌کنید که این عائله به هم بیاید؟ برای این عائله به هم آمدن فقط مراسا لازم است. این کسا مرحمت سهمش گیرد برادر کلونی. هرچند شما قرض دادید به عوض پول سهمش را گرفتید آماده که سهمش را تید؟ سهمش من تیم. از کدام قطعه زمین؟ از قطعه اوله یا قطعه نوی که پیدا شد؟ حال قطعه زمین نو پیدا شده نیست. در گفت که جدا بودگی شد. است. از همون جایی که اول بود سهم. اول بود سهم. بعد برای چی نمیگیرد؟ ولی دیگر چیز میخواهد. ولی میگوید که من در اینجا رئیسم. رئیسم 2011 خواجگی تشکیل کردن اینها بین خودشون محمد صادق، عبدالقیوم، جمعه فیست عزیز پوچومو. بله. اینا هر سه مصلحت کرده خودشون بین خودشون مجلس گذرانده در نامتان کردن. همین خواجگی خواجگی نو تشکیل کردن. سنگین سفر از نو. ببینید خلاصه شما آماده اید که سهمی برادر کلانیتون تید فقط همچون رئیس خواجگی خودش دیگه اعلان نکنه فقط سهمی خودش گرفت. سهمی خودش گرفت. سهمی دادرتون چی؟ وای دادرم همون پولی من برگردونه. برگردونه. هرچند برای وضع از محبس آزاد کردن این برادرتون گویا گرفته باشه. سهمی مادرتون چی؟ مادرم کار نمیکنم. الان سهم مادر به فکرم بین فرزندان تقسیم میشه. باید تقسیم شود. 0.85 است ویم 0.85. سهمی خواهرتون چی؟ سهمی خواهرم مرحمت برنده گرفت کار کنند. فقط سهمی برادر خوردیتون که از پول گرفت از پولتون رو برگردونه. خب ولی در همین لحظه های اخیر به بیننده ها به نماینده مقامات انتظامی و قدرتی و برادراتون چی میگین؟ من به برادرانم گفتنی هستم که مرحمت قرض من بارها گفتم در نزد همه مقامات ها و اونها گفتم برادر پول من برگردون. من به اجازت من رفته در همون خونه پدریم 0.45 ساعت است. بله. در همونجا برای فرزندانم خونه سازم. من توکت در صحرا زندگی میکنم. خب باز آنها خونه ساختن. خب ان همین چیزها اجرا شود مرحمت بین همدیگر ما به صلح میآییم. حتی اگر از 0.45 حقی میراث پدرتون اگر بگیرید
شما برای وضعش آماده هستید که خواجگی دهخانی دادر خوردیتون هم بعد دیدیانه سهم وای رئیس خواجگی نه سهمشه سهمش ها من همین چیزای من برگردونده تیاد پولاتونه کتی زمینه همون نزد حولگی من به اجازت همون مادر اجازه دادگی فقط دادر و برادرتون دادر برادرم همون مادری بیچاره مادر علاقه مادر ما 84 ساله فشار میبیارن و میگنن انا 2010 پرتوت 2007 هر دوش پرتوت رفتن روسیه این دادری خوردیم با جرم دست افتادن با مواد مخدر در روسیه نشستگی وای اینم شیشتگی. خب دیگه آخرش فهمیدیم که یک گیرودارهای داخل این عائله با از خودشون هست. یگان حرفی دیگه نگفتن اون که از این راهی دور اومده. من بسیار حرفی گفتنی دارم برادرش. ولی هم کمی نکردیم وقتی که برایش جدا کردیم. برای من جدا کردگی بینهایت کم از من گفتنی بسیاری هست. این شخصان باورتون با بیگان صلح صلاح نامودن. تمام مقامات های آور حتی پروکراتور ولایت آورده گفت که من سهمای اینو گرفتم میتونم. رئیس گفتن چند سهم شما میتید؟ گفتن 3 سهم باشد. گفتم مرحمت گرفته تید. گفتم من 3.5 هکتار زمینش میتونم. گفتم خونه درش میکنم خلف کلید درآمده میشیند. این میگفت این کار که شده بود این کار خودش 2018 در نامتون دارم. با من بحث وای دارن. من این شخص همونجا تماما اونو مقصدش من همونجا تماما چرا تو این حد شما رو بد میبینن اینو اینقدر؟ اینو من بد میبینن که من اینها با مخالفین هستن با ما با گفتار درست نمی من دولت چی در نظر داره شما؟ من همون مخالفینه که در آلمان هستن اینها با اونها یک چیزی وای دارن. چی دارن؟ رابطه تا حال رابطه دارن؟ تا حال رابطه دارن. ممکن نیست با اونها رابطه قانون من کرده است. قانون من کرده باشدن با همون چیزهای اجتماعی آنها برآمد کرده با آنها با طریقای پنهانی با شما چی دلیل دارید؟ دلیل ما یکمش که تمام مقامات های محلی ما رو ناحیه رو در زیر تنقید قرار دادن. زیر تنقید قرار گرفتن مثلا منم بارها رئیس های شهر و ولایت تنقید میکنیم با معنی نیست که ما با مخالفی همکاری داریم. اونها با واسطه همونها با واسطه آنها. شما با این کارتون میتونید بازم بالای برادراتون یک دیلای جنایی دیگر با واسطه آنها. شما با این سخنتون شاهدی دادید که برادراتون با یک دیلای جنایی دیگه کشویان. آخر دیل جنایتی اینها یک دیل جنایتی برای اینها کم است. آخر اینها بنیاد همه فشار آورد دیگه همه را. ما میخوایم که شما با هم بیاین یک دیگه من با هم بس کنیم دیگه. من بس کردنی من با میگویم تو این حرفا را گفتید که اونا با مخالفین همکاری دارن و برای همین با من موافقت نمیکنن. برای همین ما با هم دیگر زبان نمیوبیم. آخه من در دولت تینج آرام زندگی کردم. من شکر پیشوای ملت میکنم که دولت آرام کردن ما تو با این درجه ما کار زندگی کرده شده. در دولت تینج کسی نمیخواد. یعنی اندیشه های سیاسی گوناگون است در این عائله. اندیشه های سیاسی البته گوناگون است که آنها نمیخوان. اینا یک کس نیستن. حال با یک پاچومون است در اونجا زندگی میکنن. بحث این عائله خیلی زیاد است. من در آخر این ویدیو گزارش از مقامات انتظامی تفتیشاتی خواهش میکنم که برای نظر و اندیشه سیاسی داشتن هیچ وقت کسی را محکوم نکنیم، ولی با اینکه گفت این برادر آنها همکاری دارن در رابطه هستند با گروه های مخالفینی که فعالیتش اونجا ممنوع است، ما یگان دلیل نداریم اینا برادرشون گفته است. این بحث الهیده سبب سرچشمه مناقشه و سرچشمه یکدیگر را بد دیدن گفتن که همین است، یعنی اندیشه های سیاسی گوناگون دارن. ولی ما همیشه جانبدار اونیم که این عائله به هم بیاید. عائله سنگینوفو، محمد رازق، محمد صادق و برادر خوردیتون، خواهرشون، مادرشون و دوباره هم خواجگی دهقانیشون در جمع تأسیس دیند و خوب و زیبا و آسایشته برای آبادی همون منطقه سهم بگذارن. و در آخر ویدیو گزارش یک بار دیگر معذرت می‌پرسیم که کلا صدامان گرفت. اینجا باید یک بار دیگه تاکید میکنیم که بحث‌های عائلوی ما قطع میکنیم، خواهش میکنیم دیگه مراجعت نکنید، بسیار خواهش میکنیم. هرچند میدونیم که شما میخواهید که با ما همکاری کنید، میخواهید حرف و درد و دل و پیامتون برسونید از دردهای عائلویتون، ولی متاسفانه بحث‌های بزرگتر و جمعیتی تری هست که ما برای آنها وقت جدا میکنیم. معذرت البته از اونایی که بحث‌های عائلوی دارید. حرف آخری ما همین است: زنده باد صلح و ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. پدرود تا درودهای دیگر.
توجه کنید به خدمت‌رسانی‌های زیارت حجامه. حجامه کردن این سنت پیغمبر محمد درود خدا بر او هست و امیدوارم که شما از خدمت‌رسانی زیارت حجامه استفاده می‌برید، پشیمان نخواهید شد. اونجا چند نمود ماسک نیز هست، مساژ مانوالی است، مساژ عصب هست، مساژ نورولوژ است و مساژ کاستاپراو. و اونهایی که در رایون خیمکی شهر مسکو هستید توجه کنید به این رقم ها و اونهایی که در مترو براتسلافسکی هستید به این رقم ها توجه کنید. اونهایی که در مترو لوبلینو با این رقم ها زنگ زنید و شرح بیشتر، رقم و سراغ بیشتر از زیارت حجامه در جای اپیسانی نیز هست که آنجا نیز میتوانید توجه کنید.